یک آدم میخیزم فقه را کلش دایم و دشنام داده، او به نام متوکل نمیشه که متوکل فقه را گفته. ما در کدام روز گفتیم که فقه کلش غلط است؟ ما گفتیم که افکار کل ائمه دین ما قابل احترام است، هر کدامش بالکل قابل تمجید است، ما باید تعظیم از واره بکنیم، لیکن معصوم نیست، پیغمبر نیست که هم مگپایش چی باشه؟ ثواب باشه، بلکه خطام درش وجود داره. زمانی که خطا موجود شد ما امور نمی پیماییم، پشتی سر آیات در این مورد باز میه ان شاء الله، اونجا باز وضاحت میدیم. از همین خاطر مردم از دید دیگرها، از دید افراد به یک نظریه و مفکوره نبینه که این نظریه و مفکوره همینطور است. مفکوره ما است، ما میگیم گپا پنهان باقی نمانه. آلی وقتی همی رسیده که ما همه مسائل حق واضح بسازیم، واضح بیان کنیم، اینطور نکنیم که بنابر نعوذ بالله تسویل شیطانی مداهنت کتمان حق ایره حکمت بگویم و سالای دیگه هم سری ملت مظلوم ما بگذره. فرق در بین توحید و شرک نتانه، فرق در بین سنت و بدعت نتانه، یا ندانه که ما کدام نظام پیروی میکنیم. شوی ما اینمیسته و ما میگیم که ضرورت نیست. اگر ما 10 عالم در کابل دست با هم بکنن، متفق شوند، ما گپی از او تایید کنیم و گپی مرا، ولی حق باشه. مردم اینطور نیست که نعوذ بالله بالکل گمراه از دین باشه، بالکل مقابل قرآن و حدیث بخیزه قیام کنه. ما یقین دارم که مردم میپذیره، یعنی تنها با وصفی که امی قدر اتهامات وجود داره، اعتراضات وجود داره، انتقادات وجود داره، مردم پذیرفته. یعنی حضور شما در این ترجمه قرآن کریم دلیلی پذیرفتن نیست، در حالی که تبلیغات در پشت سر ما از حد اضافه است. یعنی او تبلیغات حتی باعث ازی میشه که شما یک نفرم بعد در ترجمه حاضر نمی بودی. چرا؟ او گپایی که در مورد ما گفته میشه. خب ما میگیم شیوه ما اینه میتور است، منظوری ما بعضی اوقات ما سختم میگیم، در همین عین ترجمه قرآن کریم هم احساساتی میشیم. این دلیل بالا از این نیست که شیوه ما غلط است، این دلیل بالا از این است که ما او قدر حوصله قوی نداریم، در اون مرتبه و مقام نرسیدیم. یقینا در شیوه دعوت ما ضعف وجود داره، ما این اعتراف داریم. یکی. دوم، موضوع او آنقدر پر اهمیت است که انسان باید وادار بسازه به قهر، به غضب. پیغمبر علیه الصلاة و السلام هم در بعض مواقع که گپی را میشنید که بسیار مهم می بود و خلافی از او از صحابه دیده بود یا شنیده بود، بسیار احساساتی میشد، به غضب میشد، چهره مبارک سرخ میگشت، آوازش بلند میشد بسیار. اما 3 نفر که گفت که ما اینتو میکنیم، یکیش گفت نکاح نمیکنیم، دیگهش میگفت کلی شب ما به عبادت تیر میکنیم، دیگهش گفت کلی و عمر روزه میگیریم. پیغمبر چقدر غضب شده بود. شما در دین جدید اختیار میکنید، سنت و روش مرا چی؟ نعوذ بالله ناکام میدانه، کم میدانه، ارزش نمیده. ما هم در موقع بدعت و شرک میرسیم، ما بسیار احساساتی میشیم. چرا؟ اینقدر دلایل واضح موجود و بازم ما راه بدعت بگیریم، راه شرک بگیریم، در صورتی که تعلیمات پیغمبر مدون در کتابات در پیش راه ما موجود باشه و علما کلش هم تحقیق کرده باشه، این حدیث صحیح، این حسن، این ضعیف، این موضوعی، و بازم ما نعوذ بالله پشت آرا و نظریات یک شخص و 2 شخص برویم. چرا الله ما را اطیعوا الله و اطیعوا الرسول گفته؟ ما از او خاطر قهر میشم، غضب میکنم، به خاطر میکنم غضب که مخاطب درک کنه که موضوع اینی قدر مهم است، این موضوع باید اینی قدر مهم گرفته شود در نظر که اینی قدر مهم است. ولیکن از این برداشت غلط مردم نکنه. ما اینطور نیستیم که نعوذ بالله مردم بزنیم، لط کنیم. او روز براتون قصه کردم. خب بله، این موضوعاتی است که موانع داره. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، دعوت در مسیر رایش موانع خیلی بزرگ است. وسوسه های متنوع برات پیش میشه. وسوسه ها در دعوت برای اظهار حقی نمیسته. وسوسه میشه در قلبت، یک نفر استی کدامی میکشته، بس مانع میشه که دیگه حق ظاهر نکنی. وسوسه میکنه در قلبت، اینطور وسوسه میکنه نه یک نفر استی از دست تو چی میاد، یک آواز چی میتونه، چرا خودت در رنج و تکلیف میندازی؟ نه، این وسوسه است. وسوسه از دوستی خیلی مخلصت است، برات میگه قطعی یک گل بهار نمیشه، یک تو هستی دیگه علما قرار نشسته بان که آغاز ابتدایی گپا از ملاهای مشهور شوه، باز تو بعد از او باز شروع بکن. حالی الله تو را مکلف نکرده. این وسوسه هاست، از طرف دوستیت برات گفته میشه. وسوسه ها از کدام طرف؟
نفر پیدا میشه. همون کسی که دین روز دوستی حقیقی بود امروز قطع اعلان میکنه که از ما و تو دیگه با هم جدا شدیم، تو فلان را انتخاب کردی، من دیگه قطع نیستم. این وسوسه هست. قطع شیطان در قلبت میندازه که کدام طرف میری. بزرگترین وسوسه برای عالم ایست. اگر این گپا را ظاهر کنی مردم تو را امام نمیگیره. وقتی که امام نگرفت تو نفقیت از کجا پیدا میکنی؟ اگر گفتی دهی سر منبر مردم از امامت میکشتا، باز کدام طرف میری؟ قدر یالداری تیار وظیفه هست، نانت میایه پخته، خانه هست، کدام طرف روان هستی؟ این کلش وسوسه هاست. وسوسه هاست. قرآن بر ما میگه مبارزه با وسوسه توسط چی میشه؟ و اما ینزغنک اگر بری تو برسه من الشیطان از طرف شیطان، انسی باشه یا جنی باشه، نزغن وسوسه امری را میگه که حقیقت نداره، واقعیت نداره، خلیکن در قلب تو او را جلوی حقیقت میده. او گپ واقعیت نداره، خدا ذهن توی ترمیه که بالکل مجسم میشه. اگر از مولای بر آمدی گشنه از گشنگی میبوری، در ذهن شیطانی تور وانمود میکنه. اگر نه تور خونیست. امامت نه دکانداری، امامت نه میرم اونجا جالیگیری پشت میکنم باره همون هزار الله به من داده. یک آدم دیگه ای کار میتونه. آیا انبیاء علیهم السلام حالات اولیش یک دفعه ببینه؟ خلفای راشدین ما را ابوبکر رضی الله عنه بزازی میکنه، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بزازی میکنه. هر کدام بری خود وظایف داره، هر کدام کار میکنه، دایی کم نمیشه. خود چیسته که شیطان برای ما اینطور پیش میکنه، برای شما پیش نمیکنه. والا اگر اینی بدعت نکنم مردم تانه میده که مرده خود شلغم گور کردی. وسوسه است. بگوی مردم، حالی مردم بگوی سری تو چی میشه؟ والا باز مر از قومیداری میکشه. خب از قومیداری بکشه چی میشه؟ مردیم در دشت میمانه. بان کی بمانه؟ بان این مسئولیتی تو نیست. سری مسلمان ها الله فرض کرده که یک مرده مسلمان تکفین کنه، تجهیز کنه و دفن کنه. نکنه. خویی ای امو حیثیتی چی را داره؟ وسوسه را. حقیقت نیست، لیکن در پیش روید کوی بزرگ پیش میشه. الله میگه وقتی تو حالت از طرف شیطان برد رسید، فاستعذ بالله، پناه بگی به الله تبارک و تعالی، به الله خود پناه بگی، اموری تا به الله تبارک و تعالی بسپار. چرا که پناه دهنده یک الله تبارک و تعالی است. اگر دنیا بخیزه از تو دفاع بکنه که الله نخواسته باشه رسوا میشی. اگر دنیا بخیزه که تو را رسوا بسازه خو الله نخواسته رسوا نمیشی. این کدام کلماتی است که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به ابن عباس رضی الله عنهما بچه کاکای خود میگه اگر دنیا جمع شوه و بخواه که بری تو ضرر برسانه خو الله نخواسته باشه رسانده میتونه؟ نمیتونه. اگر دنیا بخیزه بری تو نعمت برسانه، خوشبختی و خوشبختی را خو الله نخواه رسانده میتونه؟ قطعا نه. انه یقینا الله تبارک و تعالی هو امی الله السمیع، شنونده است سخنایی که تو میگی، محنتی که در راه دعوت تو میکشی. العلیم، میدانند نیت، اراده و تصمیم تو را، توکل تو را، اعتماد تو را که سر چی اعتماد داری. الله تو را اعلان نمیکنه. و من آیاته اللیل و النهار، از جمله نشانه های قدرت الله. در حقیقت بیان نمونه همی دعوت سابقه است. دعوت چی رقم آدم میده؟ دلایل قناعت بخش در پیش مردم پیش کو. بعد از او بری از او بگو که چی میگی ده اینمی دلایل. تو برای ما بگو گپ ما راست است یا دروغ. تو باید ده این مورد سنجش بکو. چی رقم؟ و من آیاتی، بعضی از نشانه های قدرت الله تبارک و تعالی، دلایل توحید الله. اللیل شب است و النهار روز است و الشمس آفتاب است و القمر مهتاب است. انسان های بیچاره زمانی که آثار برکاتی آفتاب، مهتاب، شب، روز دیده، فایده های متنوع از او را دیده، ناگهان تابع و منقاد به این میشه که امیر نعوذ بالله الله خود بدانه. از همین ناحیه که فایده میگیره، همین چیزا میگن که اوه یا خو خیلی فایده به ما میرسانه، بعد ما تعظیم ازیره بکنیم. الله تبارک و تعالی میگه نه. چرا نظرت به اسباب است، به مسبب الاسباب نیست؟ نظرت به این چیزایی که قدر برکت داره هست، به خالقی که چیزی برکت ناکه پیدا کرده نیست؟ آلی یک کسی را که تو میبینی که در قبر سجده کرده رویست، طواف کرده رویست، از قبر طلب کرده رویست، تو برش همی قدر بگو که چرا برای این طور میگی صاحب قبر بسیار ولی بزرگ است، بسیار
بسیار کرامت ها داشت. تو بگو در این نظری تست به اللهی که ولی را پیدا کرده، به اللهی که ولایت برش داده، کرامت برش داده، به اون نظرت نیست؟ چطور دلیل مقنع است؟ چطور شده میتونه تو که تو الله را اله کردی و به مخلوقش که امو کرامات و قابلیت و امتیاز و برتری را کلی شکی داده؟ الله داده. الله را میگذاری، الله به او داده، به تو نمیده. چی؟ قطعی تو دشمنی داره؟ الله به تو میده. خب او کدام راه را اختیار کرده که الله برش داده؟ او رای بندگی الله را، او رای توحید الله را، او شب و روز در طاعت الله مصروف است. تو مصروف شو. آن چیزی را که به او الله داده به تو میده. به الله قسم فرقی نیست. پیش الله تبارک و تعالی بچه کاکا او، بچه ماما و بچه خاله نیست که وزارت ده کی بده و دیگه نده. تو از فراستی برو بدر، لیکنی بچه کاکای خودم ما رئیس مقرر میکنم پیش الله تبارک و تعالی. ولم یکن له کفوا احد، لم یلد ولم یولد. قطعی کسی رشته نسبی الله نداره که کسی را برگزینه و نه. هر کسی که راه حقیقت میپیماید، تقوا را اختیار میکنه، به فرمانای الله گوش میمانه، به سر و جان تسلیم میشه، امو عزتی که الله به او داده به تو میده. خب لیکن چرا تو در او عاجزی میکنی، به الله عاجزی نمیکنی؟ دلیل مقنع است یا نه؟ هر کسی که باشد دیگر راه نداره. از این خاطر قرآن میگه لا تسجدوا للشمس، شما سجده نکنی برای آفتاب، اگرچه آفتاب برکات خیلی زیاد داره، انرژی میده، گیاها و میوه ها را روشنی آورده که شما تمام کارایتان در او روشنی پیش میبری، حرارت آورده. این آفتاب است که فضا را صاف کرده، این آفتاب است که برای شما انواع زمینی کارا را مساعد کرده. ولا للقمر، نبا قمر که شب تاریک یک نوع روشن کرده و مزین کرده و چقدر از حرارتی چی کم کرده در این شب تاریک، چقدر چیز است. بلکه به این چیزها سجده نکنه. واسجدوا لله، سجده به یک الله بکنه، انقیاد و تابعداری به یک الله تبارک و تعالی بکنه. کدام الله؟ الذی خلقهن، امو ذاتی که همیا را پیدا کرده. ذات خالق فراموش میکنه، در مخلوق میره. مخلوق قدر قابل برکت میدانه. این برکت کی داده بود؟ الله داده بود. اگر امروز الله این نور و حرارت الله از آفتاب بگیره، این نور و حرارت نداره. خیر وقتی نور حرارت عارضی است، الله داده. اگر الله بگیره داده نمیتونه. تو چطور از پیش طلب میکنی؟ ان کنتم ایاه تعبدون، اگر شما قصد عبادت داری واقعا، اگر مقصدتان عبادت است، پس اگر هستی ایاه خاص الله را تعبدون عبادت میکنی. چرا؟ عبادت الله با عبادت دیگه کسا جمع نمیشه. عبادت حق الله است و مخصوص برای الله میشه، به کسی دیگری نمیشه. سجده عبادت است، حق الله است. دعا عبادت است، حق الله است. نظر عبادت است، حق الله است. طواف در بیت الله عبادت است، حق الله است. تلاوت قرآن عبادت است، حق الله است. حج عبادت است، حق الله است. روزه عبادت است، حق الله است. نماز عبادت است، حق الله است. به کسی دیگری نمیشه، به هیچ کس او جمع هم نمیشه. چطور دلیل قناعت بخش است؟ کی است که حالی بگویه که نه؟ این دوره بگو چرا تعظیم میکنی گوه؟ چی داره؟ چی کمال داره؟ چی منفعت داره؟ این منفعت ها را کی برش داده؟ فاین استکبروا، اگر وای این دلیل منطقی تاثیرگذار قبول نمیکنه و در سری از یا تاثیر نکردن، استکبروا خود کلان تراشیدن، گوش نمیمانه، این دلایل نمیشنوه. فالذین عند ربک، پس اجنو غم نکو تو، پس اجنو غم نکو. چرا؟ به خاطری که عبادت الله را ایتور مخلوق میکنه که او مخلوق مهمترین مخلوق است، بهترین مخلوق است. فالذین عند ربک، کسانی که به نزد پروردگار توست ملائک، یسبحون له، پاکی بیان میکنه، له برای الله تبارک و تعالی. همیشه زبان به لب هستند، نسبت پاکی را به الله میکنه که الله از هر قسم شرک و عیب و نقص مبرا و پاک است. باللیل، در شب، و النهار، در روز مکمل، یک لحظه و ساعت نیست که تسبیح الله را بیان نکنه. و هم لا یسأمون، و از عبادت الله مانده و خستم نمیشه. ادنه و تنگی و ملالت سرشان نمیه که از عبادت خسته شوه. الله مخلوقی داره که مسلسل عبادت الله را میکنه. این بدبخت اگر عبادت قبول نداره، نقصانی کیست؟ تاوانی خود کرده. به توم چیزی رسانده نمیتونه ضرر به الله هم. سجده یکی از جمله نشانه های بزرگ عبادت الله که در نماز است و مردم میگیره برای پیر صاحبه و ملا صاحبه و چیستا پاچاهای ظالم میکنه. کدام طرف روان است؟
یک وظیفه برش میده، یک وظیفه پاچا صاحب فرمان میده که در فلان جای مقرر شود. مدیر و رئیس السلام علیکم چند دسته در اینجا میگیره، چهارم دست و سوم نداشت، اگر هم یک 4 دسته بگو اینطور قطار میماند اینطور، صرف به خاطر از اینکه فرمان داده که تو فلان جای مقرر شو. الله که تو را پیدا کرده، الله که تو را عزت داده، الله که تو را کرامت داده، الله چرا به الله سجده نشود؟ و من آیاتی بعضی از نشانه های قدرت و دلایل توحید الله تبارک و تعالی و نعمتهای الله تبارک و تعالی انک یقینا که توی پیغمبر علیه السلام تر الارض میبینی زمین. پیغمبرم میگه هر کسی که قابلیت خطابه داره مخاطب یک دفعه بی زمینه خاشعتن که بسیار ذلیل است، خشک است، چیزی درش وجود نداره، تابع است. فاذا انزلنا علیه الماء وقتی که ما فرو بفرستیم بالایش الماء قطره های باران اهتزت به جنبش میه، به حرکت میه و ربط چیستا افزایش میه به امی زمین نفمن میشه. ان الذي یقینا ذاتی که احیاها تر و تازه ساخت می زمینه لمحی الموتى زنده کننده مرداست. انسان چرا تو غافل میشی، چرا از یادت میره؟ روزی تا آمده نیست کلگی پس زنده میشه برای محاسبه. اگر میگی چطور ما زنده شویم، زمین نمیبینی، زمین خشک نمیبینی که چیز دیده نمیشه، لیکن بارانا شروع میشه توسط قطره های باران زمین در حرکت و جنبش میبینی. تو میگی که در حرکت است، یک دم گیاه میوه سبزه زارها را شما گل های متنوع رنگارنگ دو میبره. انه یقینا الله تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر، بالای تمام چیزا قدرت داره، هر نوع کار میتونه، شما را هم زنده میکنه. ان الذين يلحدون في آیاتنا یقینا کسانی که کجروی میکنه فی آیاتنا در دلایل توحید ما، شبهه ها و وسوسه ها را میپرته. چه رقم در دلایل توحید الله وسوسه میکنه، شبهه ایجاد میکنه. در مورد میعاد زنده شدن آخرت میگه که چه رقم ما ریزه ریزه شویم پس زنده شویم. دیگه اغفال میکنه یک تعداد مردم، نعوذ بالله، رقم شبهه ها را ایجاد میکنه. در این دلایل ما الله میگه که ثابت میسازه قدرت ما را و توحید ما را. بازم ما میگه نه، یک کمی الله قدرت سعیسته که الله قادر است، لیکن بعضی قدرت ها را به دیگران داده، به ولی صاحبان داده. این کدام دلیل است؟ چرا این وسوسه ها را میپرتید در چی مردم؟ از او خاطر ان الذين یقینا کسانی که یلحدون کجروی میکنه فی آیاتنا در آیاتای ما، تقاضای نشانه های قدرت الله تبارک و تعالی است که مردم ایمان بیاره، استقامت اختیار بکنه، ایره تکذیب نکنه، لیکن باز هم یا کجروی کرده رو است، نعوذ بالله. لا یخفون علینا، سر ما پوشیدن نمیشوند، یعنی از ما پنهان شدن نمیتونه این مردمانی که کجروی میکنه در مورد آیات الله تبارک و تعالی، دلایل توحید الله، یا در مورد صفات الله. یک تعداد که میگه به الله صفات ثابت نمیکنه، یا دوم طایفه که صفات را نعوذ بالله تشبیه به امر انسان ها میده. افمن یلقى فی النار خیر، آیا کسی که انداخته میشه در آتش خیر بهتر است، ام من یاتی آمنا، یا کسی که میآید در حالی که به امن باشه یوم القیامت در روز قیامت، کدامش بهتر است؟ کسی که به اختیار انداخته میشه در آتش جهنم، مثل که قلاج میکنی مردم میگه تیله بدیشه، تیله داده میشه، و یک کسی که به امن و امنیت میاد، استقبال است، پذیرایی است، از هر طرف مبارکباد است، سلام علیکم است، برشان چیست؟ اونجا میمانخانه ها تیار شده. کدام آدم قدر و قیمت داره، ارزش داره؟ کدام آدم؟ اعملوا ما شئتم، بله انجام بدید چیزی را که شما میخواهی، خلیکنی طور فکر نکنه که قطع شما محاسبه نمیشه. این تهدید است، چیست؟ همراه مجازات، تهدید است. بکنه باز معلوم میشه. انه بما تعملون بصیر، یقینا الله به آن چیزی که شما میکنه خب بیناست. منظور از این آیتی نیست که آزادی عمل الله برای مردم میده که هر چی میکنه بکنه، نه، بکو باز معلوم میشه. ان الذين كفروا بالذکر، یقینا کسانی که انکار ورزیدن به ذکر، به قرآن کریم. ذکر یادآوری را میگه. قرآن هم کتاب یادآوری است. یادآوری به خاطر میگه به خاطر که قوت‌های خفته را بیدار میسازه، محرک میسازه انسانه. یادآوری به خاطر میگه که تمام حقیقت‌های فطری وجود انسانه که الله بر ما داده، او را در یاد ما میده که در وجود تو اینطور قوت است، اینطور حرکت است.
یکی به ذکر به خاطر میگه که داستانای انبیا علیهم السلام در یادت میده، توجه تا طرف از اون میگردانه که ببینی سرنوشت قومای سابقه را. لما جاءهم، هرگاه که برشان آمد، یعنی اون مردمایی که انکار میورزه از این قرآن کریم زمانی که برشان آمد، و انه لکتاب عزیز، یقینا که قرآن کریم کتابی است عزیزون، شکست ناپذیر است، عزیز است، عزت داره. هر کسی که با این تعلق داره عزت الله برش میده. عزیز چرا است؟ کسی مانندی کتاب تا روز قیامت جور کده نمیتونه، از کوچکترین سنتش عزیز است، ناشنا. لا یاتیه الباطل، نمیه بری کتاب باطل، من بین یدین، از پیش رویش، ولا من خلفین، از پشت سرش. چند توجیه است؟ نمیه از هیچ نظر و از هیچ طریق بری قرآن هیچ نوع خلل نمیه، باطل را پیدا کردن نمیتونه، نه حقایق از این تبدیل میشه، نه حقایق از این نسخ میشه. لا یاتیه الباطل من بین یدی، باطل نمیه که حقیقت از از بین ببره، از پیش رویش یعنی در حال حاضر، ولا من خلفی، نه در پشت سرش که منسوخ شوه. لا یاتیه الباطل من بین یدی، در پیش رویش هم باطل آمده نمیتونه، زیادت نقصان، ولا من خلفی، نه در پشت سرش، در همه زمانا. نه تناقض در مفهومی از یامیه، نه چیزی از کتابه و علوم پیشینا و سابقه ضد قرآن کریم است، و نه اکتشافات علمی جدید مخالفی از است، کلش هماهنگ با کتاب الله است. ولا یاتیه الباطل، نمیه باطل من بین یدیه، در پیش رویش، ولا من خلفی، نه در پشت سرش. یعنی از این پیشم که هر قدر مسائل پیش میشه، جدید اکتشافات میشه، و هم ایدنه و نقصان در قرآن وارد نمیکنه، بلکه قرآن تایید میکنه، مطالب قرآن دیگه هم تایید میکنه. از همون خاطر است مردمایی که هر قدر پیشرفته در علم میشه، آخر باز میگرده مطالعات خدا 50 سال طی میکنه، یک وقت میاد قرآن مطالعه میکنه که در هر آیت موضوعی 50 سالی از او گفته شده، ایران میمانه کی وسایل ای گپا خو نبود، ای خو نه در قرآن ذکر شده، اما ای قدر تحقیقات کردم. تنزیل من حکیم حمید، چرا نمیه باطل، چرا نقصان دایش نمیه؟ تنزیل نازل کرده شده است از جانب حکیم، نازل شدن از او از ذاتی است که حکیم است. نقصان و کمی و زیادت در او کتاب میه، کسی که حکمت نداشته باشه، معلومات نداشته باشه، الله خود ذات حکیم است، کتابشان پر حکمت است. حمیدون ایتور ذاتی است که ستوده شده، دارنده اوصاف کمال است. او کتاب از طور مردم ناقص می باشه که دارنده اوصاف کمال نباشه. ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل، تسلیم ده برای پیغمبر و رهروان پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و درس عظیم میده، گپی جدید نیست. این نقشریزی ها و اعتراضات و بهانه جویی های مردم کافر جدید نیست. دعوت توحید تو هم جدید نیست، سابقه پیشین داره. انبیاء علیهم السلام آمده دعوت به توحید داده، تم داده ای. گپی نیست که ناشنا باشه این مردم سری تو انتقاد بکنه. اگر این مردم ها بری تو ساحر شاعر رقم بهانه جویی میکنه، نقشریزی میکنه، فکر نکده این مورد. چرا مردم های سابق هم در موردی انبیاء علیهم السلام همچو کارا را انجام داده. خو لیکن انبیاء علیهم السلام درس بر ما چیست؟ انبیاء علیهم السلام پروای اعتراضات و انتقادات نکرده، دعوت خدا ادامه داده، به این و آن سر و صدا و تبلیغات از یا گوش نمانده، وقت خدا قطع از یا ضایع نکرده در بیهوده گویی، بلکه رای حقیقت ادامه داده. پیغمبر علیه السلام یا انواع اعتراضات میکنه لیکن توجه برش نکن.